چرا اهمالکاری اینقدر مهمه؟ چرا اینقدر بهش دارن در زمینه رفتاری مدیران، خصوصا مدیران پروژه، دارن اهمیت میدن؟ اهمالکاری و تمرکز دو چالش بزرگی است که بشر امروز داره، مخصوصا در محیط‌های پروژه‌ای. وقتی من مدیر پروژه، من مدیر ارشد سازمان در تصمیمات کلیدیم اهمالکاری دارم، یک سیگنالی رو دارم برای زیر مجموعه میفرستم که این کار مهم نیست. می‌خوایم چند تا مثال از اهمالکاری‌های خطرناک یه مدیر پروژه بزنیم. تعویق در انجام مکالمات دشوار، تعویق در شفاف سازی دقیق نقش‌ها و مسئولیت‌ها. آیا یه جایی هست مدیر پروژه بشه بهش اعلام خطر یا کرد یا خودش بفهمه این رو؟ می‌بینی که اعضای تیم یک کلمه رو زیاد تکرار میکنن و اینکه آقای مهندس، خانم مهندس، ما منتظریم ببینیم که شما چی میگید. بعضی موقع مدیر پروژه مشکل نداره، تیمش تعویق میندازه، تعلل میکنه، اونجا چی کار میتونه بکنه؟ اینکه نقش ها و مسئولیت ها رو خیلی شفاف بکنه. اهمالکاری عیب نیست، یک سیگناله و همه ما این اهمالکاری رو داریم.